سلام دوستان، خوبین؟ سلامتین؟ دیدم اون ویدیوهایی که قبلا گذاشتم، دیدم بازدید داشت و اینا. بعد خواستم بهتون یه چیز دیگه هم بگم. عجیب اینه، ما بعد از 2-3 روزه که همین تیم فوتبال لیورپول به قهرمانی اینا رسید، ما رفتیم یه چرخی خوردیم، از خونه رفتیم بیرون و یه خورده حالا هوا رو عوض شد و اینا. بعد دیدیم اومدیم خونه، یکی از بچه ها میگه آب سرده، نمیتونی همون بری. بعد ما میگیم چرا نمیتونیم همون بریم؟ میگه چون پول تموم شد. میگم چرا ربطی به پول داره؟ میگه نه اینجا پول تموم شد. میگم حالا که چند وقت اینجوری شده؟ میگه 3-4 روز تو رفتی همه آب قطع شد، آب سرد شد. اصلا میگم اینا رو اطلاع رسانی بکنین. وضعیت اینجا هم اینا، خیال نکنین گلو بلبله. این همه پول خرج کردیم، این همه خودمون رو انداختیم تو خطر و آب و دریا و بدبختی و اومدیم اینجا چیز بشیم، بیایم بهتر، به قول معروف بتونیم آزادی بشه و چی فلان. بدتر شده، همش داریم ارث بخوریم، همش داریم افسردگی میگیریم، داریم قرص مصرف میکنیم. من امرو گفتم تا اگه میخواین اینجوری ما رو یه جوره روانی کنیم بگین دیگه، بگین ما میخوام روانیتون کنیم. الان 1 سال شد ما هنوز جوابی نشده. چه وضعی؟ ما انداختن تو اینجا، الان باید چند روز اومدیم دوباره افسردگی رو گرفت. پسا اینو برای بچه های ایران میگم روک میگم. نه ببین دمپایی اینا پامونه، اینا موکته. یا نکنیم ما تو هتل 7 ستاره هستیم یا تو خونه قصر نشین هستیم. و بعضی میگن آقا برگرد اگه دوست داری. داشت من مشکل دارم، نمیتونم برگردم فعلا. این وضعیت ما دیگه خودتون دیدی که براتون ویدیو گذاشتم، همسایه بالایمون تاق 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 داشت صدا میکرد. ویدیو کامل ندیدین؟ دیدی؟ تا نصفه دیدین فکر کنم. کامل ببینید متوجه میشین تو حرفای من. خب باش، سرتون درد نیارم، فقط خواستم میگم دیگه. آقا من منفیاشو میگم، خوبی داشته باشه خوبیتاشو میگم، منفی هم داشته باشه منفیشو میگم. فعلا که ما تا اینجا منفی بوده. حالا فعلا چیز میکنیم با من باشین، روزمره رو بهتون میگم دیگه، چی به چیه، به کجا رسیدیم، چیکار میکنیم. شما اگه دوست داشتین این هم سابسکرایب کنین، بعد به بچه ها معرفی کنین، لایک کنین، یه خورده فعالیت داشته باشیم ببینیم چی میشه. یادتون راحت باشه، من همه رو میگم. فعلا روزتون خوش باشه. اینجا هم که امروز هوا صاف شده، تا دیروز پریروز همش بارون بود. ما رفتیم اینجا برای شادی، اینم رفتم همش بارون، خیس خیس شده. حالا میذارم چند تا فیلمش هم میذارم ببینیم.